بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. تا حال در تفسیر سوره منافقون هستیم دوستای گرامی و در جای توقف کردیم که هر بار عبدالله ابن ابی بن سلول میبرمد در روز جمعه میگفت که محمد رسول خدا هست، محمد رو صلی الله علیه و سلم را اطاعت کنید، محمد صلی الله علیه و سلم را اطاعت کنید، پیامبر خدا هست، این است اون است، تعریف میکرد و گفتم کسی از صحابه از پای جمعهش کشید گفت شین، گفت تو دروغ میگی، چی در کار از این گپ رو زدن. و وقتی از مسجد برآمده رفتنی شد گفتن که خی برو از پیامبر استغفار پرس. سراشون جمونده گفت نه، لو و رؤوسهم و رأیتهم یصدونهم مستکبرون، یک بزرگ منیشی و خود پسند گرفتن و بالا گرفتن، گفت ما استغفار طلب نمیکنم. بعد از آن آیت یک منظری دیگر رو نقل میکند که اونجا همین رئیس منافقا ابن ابی ابن سلول که اونها فقط دنیا را از روزنه شکم نگاه میکنن، از روزنه پول نگاه میکنن، از روزنه منفعت های مادی نگاه میکنن. گفت که الله تعالی میگه که هم الذین یقولون، اینها آنان هستند که میگویند لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا، یعنی آنانی که در اطراف پیامبر هستند برای اونها نفقه نکنید، برای اونها سرمایه گذاری نکنید تا اینکه از اطراف محمد صلی الله علیه و سلم پراکنده شد. ببینید این رأس منافقون چه خیلی انسانی به اصطلاح دیپلمات بود، تا حتی عباره رسول الله رو استفاده بود، یعنی نگفت که محمد، و ظاهرا میخواست شفقه و رحمت و مهربانی خودش به پیامبر و اسلام نشان دهد. گویا میگفت که اینقدر پیامبر رو بالاشون وزن نیاره، پیش پیامبرشون میآید. مفسر گفتن که اینجا در نظر است یا مهاجرایی که از مکه آمده بودند، یا که اعرابی که می آمدند، یا که اصحاب صفه. خب کسی نباشد معنای این است که گویا که میخواست اظهار شفقت کند، اظهار مهربانی کند که یک بولی پیامبر از بین نبیره، بولی پیامبر یعنی که مسئول نیست که شکم شما را سیر کند. اما اصلا میخواست که مردم از این حدی پیامبر، از روش پیامبر دور باشند، از پیامبر استفاده نبرند و از اطراف پیامبر پراکنده شوند. مفسرای زمانه گفتن که هدفش این یک نمود محاصره و تحریم اقتصادی بود. میخواست که با همین پیامبر علیه السلام و پیروای پیامبر رو محاصره کند تا اینکه یک نمود که خشک کردن چشمه که دین را اون چشمه و پیش می بود، یعنی که چشمه مالی، یک چشمه اقتصادی بود و اینها میخواستن که این چشمه رو خشک کنند تا اینکه اسلام پیش نرود. و هر راه ببینید اینجا راهی نصیحت پیش گرفتن، یعنی به اصطلاح نصیحت، یعنی که خودشون دلسوز نشان دادن. گاهی اگر قوم داشتن البته به زوری این کارو میکردن، بسی که اونها دیگر اقلیت شده بودن، نمیتونستن که به زوری این فکر خودشون رو بر مردم تحمیل کنن. اینچنین مهاجر اونقدر مردم کمبغل و اینقدر بار بالی جامعه نبودن. مثلا وقتی که قصه عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ربیعه رو میبینیم در بخاری، سعد بن ربیعه گفت این بستان من است، این درختای خرمای من است، من این موردی اقتصادی من است، همه اون رو به اختیار تو میگذارم، نصف اون رو به اختیار تو میگذارم. عبدالرحمن بن عوف گفت نه، من گفت برای من اگر بازار نشون دادی من خودم سر کار خودم میابم. یعنی که اینجا مهاجرون نمیخواستن که بولی انصاری ها بار شوند. الله تعالی به این فکر منافقا رد زده، گفت که ولله خزائن السماوات والارض، یعنی شما اینقدر مسئله رو بسیط ندارید، یعنی به فکر شما یعنی چند نفر اگر نفقه نکنند آیا پیامبر از گشنگی میمیرد؟ یعنی که آیا پیامبر پیرواش از اطراف پیامبر پراکنده میشوند؟ مگر اونها برای یه لقمه نان آمده بودند که پراکنده شوند؟ یعنی منافقا اون چیزی که در نهادشان هست اون رو بازگو میکردن، یعنی که اونها که فقط پیروی یک لقمه بودن فکر میکردن که همه مردم پیروی لقمه هست. بنابراین اینجا الله تعالی که خزینه های آسمان و زمین برای در دست الله تعالی هست. الله تعالی چقدر خواهد تصرف میکنه، الله تعالی چقدر خواهد اون رو برای پیامبرش مسخر خواهد کرد اگر در کار شود. یکی منافقا این چیزا نمیفهمند. بعد از اون یه آیت دیگر آمد که در حقیقت وقتی تفسیر اون آیت رو میخونیم بسیار یک نقطه جالب رو میبینیم، یعنی که یک مبارزه عقیدوی اینجا بین یک فرزند و پدر است. میگه که لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، یعنی ما اگر به مدینه بازگشتیم، این در همون جنگ مریسیه گفته بود، اگر مدینه بازگشتیم میبینیم که کی عزیز است و کی خوار است.
یعنی اینجا میخواست خودش رو عزیز گوید و پیامبر رو خوار گوید، خودش رو عزیز و قومش رو عزیز و پیامبر و مهاجران رو خوار جلوه دهد. بنابراین گفت که لیخرجن الاعز، یعنی عزیزترین خوارترین رو از مدینه بیرون خواهد کرد. یعنی که ما خواهیم بیرون کرد شما رو از مدینه بعد بازگشت. یعنی ما شما رو اینجا آوردیم، طعام دادیم، خونه دادیم، جا دادیم، شما امروز اومدید با بالا سری ما زوری میکنید. یعنی که به همین لغت گپ میزد بالای مهاجرا. خیلی گفتن در غزوه مرایسه بین یک مهاجری و انصاری یک نافهمی شده بود و ابن سلول میخواست همین چیزها رو استفاده برد، چونکه میدید که دیگر قواش کم شده ایستاده است، پیرواش کم شده ایستاده است، آنهایی که گوش میکنن کم شده ایستادند، روز به روز صف مسلمانان بسیار شده ایستاده است. میخواست از همین فتنه یا به اصطلاح تاجیکی از همین آب رو لای کند و ماهی صید کند، ماهی رو شکار کند. اما البته نشد، این دسیسه های کار ندادن. بعد اون که ابن سلول این مقاله خودش رو گفت، عمر بن الخطاب به پیش پیامبر اومد گفت که پیامبر ما این منافقه سرش بزنم. بعد پیامبر علیه السلام گفتن که نه. پسرش به من فریاد کرد، گفتن پسرش فریاد کردن آوردن عبدالله ابن ابی بن سلول. اومد پیامبر علیه السلام گفتن که دیدی که پدرت چی میگه؟ مرد گفت که چی میگه رسول خدا؟ پیامبر گفتن که میگه که لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، اگر مدینه بازگشتیم انسان‌های عزیز انسان‌های خوار بیرون میکنن. پسرش گفت بله پدرم راست گفته است ای پیامبر خدا، تو عزیز هستی و خوار است، تو عزیز هستی و او رو از مدینه اخراج خواهی کرد. بینید ایمان، بینید وفاداری رو به دین، وفاداری به پیامبر علیه السلام که من میگم که پدرش هم خطا کرد، پدر خود سرزنش کرد نزد پیامبر علیه السلام و گفت که به خدای رسول خدا هم مدینگی همش میدونن که از من دیده با پدر و مادر نیکوکارتر در مدینه وجود ندارد. یعنی که من خیلی برای اونها نیکوکار هستم، لیکن گفت اگر که خواستی گفت ما از مدینه بیرون میکنم. ببین منظر رو، پدر قانون شکن است، پسر هیچ وقت طرف پدری قانون شکنش نگرفت. این در تمام قانونهای جهانی هم خیلی است. اگر که قانون شکن پدرش هم باشد باید انسان طرفی وی نگیرد، خطا بشه باید بیان کنه برای پدرش. اینجا هم مثلا نشود که فکر کنن که ها این چه خیلی است که اسلام اومد و بین پدر پسر جدا انداخت و پدر به پسر شوروند و پسر به پدر شوروند، بلکه اینجا مقصد این است که پسر نخواست که پدرش قانون شکن باشه. خب وقتی که از این غزوه مرایسه باز میگشتن، پیش در مدینه ایستاد عبدالله ابن سلول. پسرش خیلی مؤمنی تقیه بود، خدا ترس بود. گفت تو نمیداری؟ گفت پدرش هیچ خما نمیدارم، شهر ما نمیداری. گفت تا پیامبر خدا اجازه نده نمیداری. و گفت که شما خواهید دانست که کی عزیز است و کی خوار است. باید جواب اون سخن دهی، باید اون سخنی که پرتافتی باید جواب دهی. بعد مردم رفتن پیامبر گفتن که پسر ابن سلول پدرش رو در اومدن نمونده شده است، میگه که پیامبر اجازه بعد میداره. و پیامبر علیه السلام انسان مهربان، انسان شفیق، انسان رحیم و دلسوز گفتن که فقولوا له خلیه و مسکنه، اونه رواد جای زندگی کنه. وقتی که اومده گفتن که پیامبرم خیلی گفتن دیگه، گفت پیغمبر که گفتن دیگه سمعا و طاعتا، من گوش کردم و اطاعت کردم پیامبر. بعد از اون اومده گفت که پیامبر شنیدم که شما میخواهی که پدر مرا کشید. من گفتم من خیلی گم ندارم، که اگر میکشتگی باشه من خودم کشم. خب خلاصه بینه برادر عزیز، یعنی که پسر اومد جلوی پدر خودش گرفت تا اینکه بشر نداره، فقط برای خاطر اینکه پیامبر اذیت داد، پیامبر خدا رو اذیت داد، پسرش طرف پیامبر شد نه طرف پدرش، طرف حقیقت شد نه طرف باطل. یعنی که یک درسی مهمه هست برای هر یک مسلمان. بعد از اون آیات میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تلهیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، ای اونایی که ایمان آوردید شما رو مالاتون فرزنداتون از ذکر خدا، از یاد خدای تعالی مشغول نکند، از یاد خدای تعالی غافل نکند. یعنی که اینجا الله تعالی میگه که نباید که دنیا و مال ارزش برای شما داشته باشد. یعنی که ارزش مال و دنیا نباید که از ارزش آخرت برای شما بالاتر باشد. و این چنین یک نمود پرهیز کنندن از این صفات منافقا هست که تکیه اونها به چی بود؟ به مال و به فرزندای خودشون بود و فکر میکنن که مال همه چی هست، ثروت همه چی هست،
ثروت همه چی رو حل خواهد کرد. این فکری اونها بود. اما اونجا الله تعالی گفت که و ما یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون، کسی که این کار کند و انسانی زیانکار هست. و مقصد شریعت، اگر نظر شریعت رو به مال بینیم، شریعت مال رو همچون یک اظهار بندگی و اظهار اطاعت به خدای تعالی نگاه میکند و میگه که نعم المال الصالح للرجل الصالح، چه خوش از مال نیک، ثروت نیک برای مرد نیک که بوای خودش رو از پرسیدن و از یک کس طلب کردن خودش رو عزیز نگاه میدارد و از اون نفقه میکند، از اون صدقه میکند، از اون کارهای خیر میکند، خب و دین خدای تعالی رو نصرت میدهد. خب همین قدر اکتفا میکنم دوستان عزیز و انشاءالله در درس آینده درباره آیت 10 سوره منافقون صحبت میکنیم که خیلی معنای وسیع داره، بنابراین این حلقه خاص میخواهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.